سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در ادامه دوره آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون با کمک نرم افزار پیکتوبلاکس می‌خوایم به دستورات بخش حرکت بپردازیم. یعنی توی دنیای بازی‌ها اگر شما خوب دقت کرده باشید مثلا شخصیته داره حرکت میکنه، حالا بالا پایین میشه، مثلا چپ و راست حرکت میکنه، بعضی موقع میچرخه و اینا همه توی دسته‌بندی دستورات حرکت قرار میگیرن. یعنی ما باید یک فرمانی بدیم به اون اسپرایت یا شکلک که حرکت کنه. به خاطر همین توی دسته‌بندی های دستورات پایتون یک بخشی رو باید داشته باشیم به اسم دستورات حرکت، دستوراتی که باعث میشه اسپرایت هامون یک حرکتی انجام بدن یا شکلک هامون که تو این جلسه مفصل در موردشون صحبت میکنیم و اونها رو با کمک زبان برنامه‌نویسی پایتونی که داخل پیکتوبلاکس هست روی اسپرایت های مختلف امتحان میکنیم. لطفا این جلسه رو با دقت ببینید و حتما تمرین کنید. خب توی جلسه قبل شروع کردیم به آموزش دستورات پایتون. گفتیم که پایتون خط به خط این دستوراتی که ما بهش میگیم رو میخونه و اجرا میکنه. چند تا دستور رو هم یاد گرفتیم، مثلا پرینت کردن که مربوط به پایتونه، مثل وارد کردن زمان که گفتیم ایمپورت تایم مال خود پایتونه و زمان رو وارد پروژه‌مون میکنه. بعد هر جا که خواستیم میتونیم از این دستور تایم اسلیپ استفاده کنیم و مثلا یک صبری توی فرایند کدنویسیمون بندازیم. بعد گفتیم که هر جا که اسپرایت دات رو دیدیم یعنی این کد مربوط به اسپرایت ها یا استیج پیکتوبلاکس هست. بعد یک کدی رو اینجوری خیلی ساده نوشتیم. بعد موقعی که ران میکنیم ببینید اینجا 50 تا حرکت میکنه، بعد مخفی میشه، بعد ظاهر میشه و همه گزارش ها رو هم که توی ترمینال به خاطر این کدهای پرینت داریم میبینیم. درست شد؟ پس این در واقع شروع کدنویسی پایتون است. اما شاید سوال براتون پیش بیاد که این 50 قدمی که ما میگیم یعنی چی؟ یعنی توی پیکتوبلاکس وقتی که ما میگیم 50 قدم برو چه معنی داره؟ برای توضیح این من همه کدهایی که قبلا نوشتیم رو پاک میکنم و میام یک تصویر پس زمینه داره پیکتوبلاکس که این انتهاست. ببینید اینجا توی انتها یک تصویر پس زمینه‌ای داریم که مربوط به محورهای x و y. یعنی توی کلاس ریاضی احتمالاً یادتون هست که اینجا محور x، اینجا محور y یا y. خب که حالا این تقسیم بندی میشد دیگه. توی ریاضی یادتونه این محور x رو میتونستیم به سمت مثبت و به سمت منفی تقسیم بندی کنیم و وای رو هم به همین شکل. یعنی اینجا مثبت بود، خب اینجا منفی بود، اینجا منفی وای میشد یا منفی ایگرگ. حالا اگر این عدداش رو بخونید نوشته x منفی 240 تا x مثبت 240. یعنی پیکتوبلاکس این استیجش رو تقسیم کرده به 480 پیکسل یا 480 قدم برای این اسپرایت هاش و وایش رو از منفی 180 تا مثبت 180 یعنی به اندازه 360 پیکسل ارتفاع داریم. درست شد؟ این فرقی هم نمیکنه که مثلا ما اینجا این دکمه رو که بزنیم فول اسکرینش کنیم بازم اینجا همون از منفی 240 تا مثبت 240، اینجا هم از منفی 180 تا مثبت 180. پس موقعی که ما داریم به این شکلک فرمان میدیم که مثلا 50 قدم برو، در واقع داره 50 تا طبق همین محورهای مختصات حرکت میکنه و من این رو تصویر کوچیک میکنم. موقعی هم که هر اسپرایتی رو ما توی صفحه همون جابجا میکنیم اینجا x و yش رو به همون میده. یعنی میگه الان اسپرایت رو x منفی 96 y 75 گذاشتی. مثلا من میتونم اینجا تنظیمش کنم بگم که بره منفی 100 و 0.
ببینید به محض اینکه اینتر میزنم میاد اینجا. حالا این نقطه‌ای که قرار میگیره چون این خود این اسپرایت بزرگ هست، ما باید ببینیم که چه نقطه‌ای رو مبنا قرار میده. برای اینکه این رو ببینیم میایم توی سربرگ کاستوم. خب اینجا روی این که کلیک کنید میبینید که این کاستوم توبی یا حالت توبی موقعی که میارتش کنار یه نقطه اینجا داره که این نقطه مبناست. یعنی در واقع این نقطه هست که میره توی -100 و 0 قرار میگیره و ما معمولا اینجوری میندازیمش وسط شکلمون، وسط شکلا. حالا اگه مثلا بخوام کوچیک‌ترش کنم میتونم بیام اینجا توی سایز مثلا بگم که بشه 20%. ببینید 20% که شد یه مقدار واضح تر میشه. حالا مثلا من الان میخوام یه اسپرایت دیگه استفاده کنم، میخوام از اسپرایت مثلا توپ استفاده کنم. توپ رنگ‌های مختلف داره. حالا مثلا من میذارمش روی رنگ بنفش و یه مقداری هم اینجا سایزش رو کوچیک‌تر میکنم، میگم که سایزش بشه 50. خب یا مثلا بازم کوچیک‌تر بشه 30. حالا توی کدنویسی پایتون این توپ، میخوام از یه دستوری استفاده کنم برای مشخص کردن مختصات. مینویسم اسپرایت، خب بعد مینویسیم دات go to x y، یه پرانتز باز و بسته جلوش میذاریم. هر عددی که اول بنویسیم منظورمون x، هر عددی که دوم بنویسیم منظورمون y. مثلا من بهش میگم که بره توی نقطه 0 کاما 0. ران رو میزنیم. ببینید رفت توی دقیقاً مرکز محورهای مختصات قرار گرفت. میتونیم بگیم که بره به نقطه 100 و 100. میبینید اومد اینجا دقیقاً توی نقطه 100 و 100 قرار گرفته. خب حالا یک تصویر پس زمینه دیگه هم توی پیکتوبلاکس داریم که بازم میایم این پایین اینجاها اگر دقت کنید یه XY گرید داره. گرید یعنی یک شبکه، یه شبکه خطوط که 20 پیکسلیه. یه شبکه خطوط داریم که 30 پیکسلیه. مثلا من الان این 30 پیکسلیه رو انتخاب میکنم، بعد اینو که میارم میذارمش اینجا. حالا دیگه الان متوجه میشیم که مثلا میگیم که بره به نقطه 0 و 0، بعدش میگیم که موو کنه مثلا C و اینجا ران رو که بزنیم میبینیم که میاد اینجا و بعد یک اشکالی برنامه نویسیم داره. یک کمی فکر کنید ببینید که مشکل برنامه نویسی من کجاست. آفرین، اینجا از اسپرایت دات استفاده نکردم. ما گفتیم هر کاری که میخوایم روی شکلک‌های پیکتوبلاکس انجام بدیم حتما باید قبلش بنویسیم اسپرایت دات. خب اسپرایت دات رو که بنویسیم درست میشه. الان اینجا ران رو که میزنیم مووش ببینید به اندازه C دقیقاً به اندازه یکی از این شبکه‌ها حرکت رو کرد رفت جلو. درسته؟ پس اینجوری میتونیم در واقع X و Y رو توی قسمت‌های مختلف صفحه ببینیم. حالا اگر من مثلا اینجا C رو ضرب کنم میگم که بره تو نقطه 0 و 0، بعد میخوام به اندازه مثلا 6 تا خونه بره جلو. پس اینجا یه ضرب در 6 هم میتونیم بنویسیم، بگیم که به اندازه 6 تا خونه 30 تایی برو جلو. ران رو میزنم و میبینیم که کاملا درسته. یعنی اینجا رو گذاشت مبنا، این نقطه ها رو اومد اینجا وایساد، بعد به اندازه 6 تا اینجوری از این خونه ها رفت جلو و دقیقا مرکزش دوباره اینجا قرار گرفت. پس توی نرم افزار پیکتوبلاکس صفحه‌مون خب به اندازه 240 تا عرضشه، منفی 240 تا مثبت 240، یعنی 480 تا عرضشه. خب و به اندازه منفی 180 تا مثبت 180، یعنی به اندازه 360 پیکسل هم ارتفاعشه. و ما میتونیم با دستور go to xy به این اسپرایت انتخاب شده بگیم که توی این صفحه بره و کجا وایسه.
دستور بعدی که میخوایم یاد بگیریم set x و set y هست. یعنی ما میتونیم به جای این که از این بلوک go to x و y استفاده کنیم و هم عدد x رو بدیم و هم عدد y، میتونیم x و y رو جدا جدا بدیم. مثلا من این اسپرایت توبی رو همون میکنم 100%، بعد میاریمش اینجا. حالا فقط میخوام x رو تنظیم کنم، مثلا x رو بدم مثبت مثلا 100. خب اینجا میام تایپ میکنم اسپرایت، خب دات set x توی پرانتز باز و بسته عدد x رو بهش میدیم، مثلا میگیم 100. حالا ران رو که بزنیم ببینید فقط x جابجا شد. حالا میتونیم y رو هم جابجا کنیم. اینجا به جای set x باید بنویسم set y، یعنی میگم set y به 100 تقریبا میاد اینجاها و ران رو میزنیم و میبینیم که فقط y رو تنظیم کردیم. یعنی انگار این دستور رو به دو بخش set x و set y تنظیم کردیم، این که فقط بتونیم جدا جدا x و y هر اسپرایت رو کنترل کنیم. دستور بعدی هم اینه که ما میخوایم از x و y، یعنی از مختصات x و y گزارش بگیریم. میدونیم مثلا میخوایم که بپرسیم که این x و y توبیه چنده. خب اینجا میتونیم مثلا بیایم بنویسیم print، خب و داخل پرانتز بنویسیم x اسپرایت دات x پرانتز باز پرانتز بسته. یعنی میگیم که توی ترمینال به همون گزارش کنه که xش چقدره. الان من اینجا که ران رو بزنم این وایش تنظیم شد، اینجا xش رو میگه -5. دقت کردی؟ اگر بخوایم xش رو تنظیم کنیم اینجا مثلا xش رو میذارم و بعد میگم بره تو 100 و بعد گزارش کنه بهمون. الان ببینید رفته توی 100 وایساده و اینجا داره توی ترمینال گزارش میکنه. میتونیم به جای این پرینت از say استفاده کنیم دیگه، بگیم مثلا اسپرایت دات say، دقیقاً این رو میذاریم داخلش، کنترل C کنترل V میذارمش اینجا. پس الان هم پرینت میکنه توی ترمینال xش رو و هم خودش هم میگه. یعنی مثلا من اینو میارمش اینجا، xش رو تنظیم میکنم 50، بعد همین رو کپی میکنم میذارمش اینجا، میگم وایش هم تنظیم بشه به مثلا -50 و xش رو به همون بگه، وایش رو هم به اون بگه. یعنی دقیقا اینجا من دارم پرینت x و y رو استفاده میکنم. ببینید اسپرایت دات y پرانتز باز و بسته خالی و بعد میگیم که جفتش رو هم به همون بگه. یعنی اینجا میام از این استفاده میکنم اینتر و اینجا کاما میذاریم و جلوش مینویسیم مثلا 2 ثانیه، اینجا هم 2 ثانیه. حالا اینجا باید بشه y، ببینید اینجا باید بشه y. درست شد؟ الان این حرکت میکنه، xش تنظیم میشه، yش تنظیم میشه، توی ترمینال x و yش رو عددش رو برامون پرینت میکنه و خودش هم به اون میگه. یعنی خود اسپرایت هم به اون میگه که x و yش چنده. حالا ران رو بزنم ببینید اومد اینجا برامون تایپ کرد 50 منهای 50. حالا اگر خواستید مثلا اینجا پرینتش مثلا x رو هم بنویسه، میتونیم از دابل کوتیشن استفاده کنیم، بگیم x مساویه دابل کوتیشن، خب و یه دونه هم کاما اینجا میخواد، اینجا بنویسیم که y مساویه دابل کوتیشن، یه دونه هم کاما اینجا میخواد. درست شد؟ الان اینجا رو من پاک میکنم ترمینالمون رو و اینو میارمش یه جای دیگه صفحه میذارم، ران رو میزنم. ببینید اینجا تایپ کرد x مساویه با 50 و x مساویه با -50. دقت کردید توی ترمینال نوشت. خود اسپرایت توبی هم که اینا رو به مدت 2 ثانیه به همون گفت، 50 و -50 رو به همون گفت. خب این دستوراتی که الان یاد گرفتیم رو هم وارد این جدولی میکنیم که داریم جلسه به جلسه کامل ترش میکنیم. الان دستوراتی که یاد گرفتیم مربوط به حرکت بود از اسپرایت های پیکتوبلاکس، پس تو این ستون نوشتمش. اینجا دستور اولی که یاد گرفتیم این بود که اسپرایت دات گو تو x و y، بعد پرانتز باز پرانتز بسته، وسطش 2 تا عدد که بین عددها حتما باید کاما گذاشته بشه که
پایتون متوجه بشه که این دوتا عدد مربوط به x و y هستن. مثالش هم اینجا نوشتیم اسپرایت go to x و y 240 180 منفی 180. این 240 مربوط به x میشه، منفی 180 مربوط به y. x هم که میتونه از منفی 240 تا مثبت 240 تغییر کنه، y هم از منفی 180 تا مثبت 180. حالا از این دستور کجا استفاده میکنیم؟ موقعی که توی مراحل برنامه نویسیمون یا کد نویسیمون میخوایم مختصات x و y یک اسپرایتی رو تنظیم کنیم، از این دستور استفاده میکنیم. حالا بعضی موقع میخوایم x جدا تنظیم بشه، y هم جدا، پس از این دستورها استفاده میکنیم sprite.setx sprite.setY و جلوش هم که عدد قرار میگیره تو همون محدوده x و y که گفتم و دقیقا همین دستور هست، ولی x و yش به صورت مجزا قابل کنترل توی برنامه نویسیمون. و sprite x و sprite.y پرانتز خالی جلوشون که قرار بدیم اینا گزارشگرن، گزارش میکنن که مختصات x و y کجاست. یه مثال هم زدیم، گفتیم که پرینت کنه توی ترمینال پایتون x مساویه با، اینو توی دابل کوتیشن گذاشتیم و بعد گفتیم که اسپرایت x پرانتز باز و بسته یعنی مختصات x اسپرایت رو به اون توی ترمینال گزارش کنه. حالا دقیقا همین کدها رو هم برای سایز داریم. ببینید اینجا یک بلوکی داریم که یک فضایی داریم که میتونیم سایز رو توش تنظیم کنیم دیگه. مثلا الان من اینجا به این توبیه میگم که 150%. خب ولی ما نیاز داریم که توی برنامه‌مون سایز این توبی رو بتونیم تغییر بدیم. مثلا خواستیم بارها و بارها تغییرش بدیم، باید بیایم اینجا از یه دستوری استفاده کنیم به اسم sprite خب dot set size. میبینید set size رو که بنویسیم بعد پرانتز باز و بسته عددش رو میتونیم مشخص کنیم، یعنی مثلا در حسب درصد دیگه. مثلا من الان میگم که سایزش رو بکنه 200%. خب اینا رو هم که پاک کنم، بعد اینجا ببینید الان سایزش رو میکنه 200%. میتونیم بگیم که بکنهش 50%. شد 50%. و دقیقا همون گزارشگر x و y رو همینجا داریم. ما میتونیم مثلا بگیم که پرینت کنه، بعد توی پرانتز بنویسیم که سایز، البته از کوتیشن مارک باید استفاده میکردیم، سایز مساویه با، اینجا میام جلو یه دونه کاما میذارم، بعد مینویسم سایز پرانتز باز پرانتز بسته توی پرانتز خالی، بعد اینجا دوباره یه دونه کاما دیگه توی کوتیشن مارک درصد رو، علامت درصد رو می نویسیم. الان به همون گزارش میکنه، مثلا من میگم بکنش 80%، ران رو میزنم به همون ارور میده، به خاطر اینکه ما اینجا ننوشتیم که sprite.size و بر حسب درصد بهمون سایز رو گزارش کنه. ببین الان کامل درست شد، میگه که 80% سایز مساوی 80% و این رو تغییر داد. حالا مثلا من اینجا میذارم 120%، ران رو میزنم، اینجا هم اسپرایتمون میشه 120% و هم اینجا به همون گزارش میده توی ترمینال که سایزش شده 120%. دستور دیگه ای که برای تغییر ظاهر اسپرایت ها داریم خب اینه که اصلا کاستوم هاشون رو عوض کنیم. ببینید من یک اسپرایت دیگه بیارم، مثلا یک اسپرایت موقعی که اینجوری وای میسیم روی اسپرایت حالت های مختلفش رو یا کاستوم هاش رو بهمون نشون میده. مثلا من این کاستوم رو وارد میکنم و اینجا شروع میکنیم برای این کد نویسی کردن. حالا اگر دقت کنید میبینید که این 4 تا کاستوم داره، درسته؟ من اینجا میتونم تک تکشون رو انتخاب کنم، اما توی پایتون میتونیم بهشون دستور بدیم. مثلا بگیم که sprite.setSize بدیم اول، بعد سایزش رو مثلا بکنیم 200%، بعد رانش که بکنیم ببینید این اول 200% شد، بعد میگیم که sprite.next custom. ببینید خودش هم به اون پیشنهاد میده. next custom رو که بزنم داریم بهش میگیم که بره به کاستوم بعد. حالا ببینید ران رو که بزنیم کاستومش عوض میشه، یعنی توی مراحل کد نویسیمون میتونیم کاستوم رو تغییر بدیم. حالا اگر خواستیم که یک کاستوم مشخصی انتخاب بشه خب دیگه نباید بزنیم next کاستوم، باید دقیقاً اسم اون کاستوم رو براش مشخص کنیم. یعنی مثلا من میخوام که اینجای کد نویسی که رسید برگرده به این
این در واقع استندینگ. خب اسمش رو از اینجا کپی میکنم، دقت کردید اسمش رو از اینجا کپی میکنم، کنترل سی میام توی پایتون به جای این sprite.next کاستوم تایپ میکنم سویچ کاستوم. ببینید سویچ کاستوم خودش پیشنهاد میده و توی پرانتز باید اسم اون کاستوم رو بنویسیم، ولی الان احتمالاً به همون ارور بده. یکمی فکر کنید ببینید که ارورش به خاطر چیه؟ آفرین، به خاطر اینکه این اسم خب توی کوتیشن قرار نگرفته. سینگل کوتیشن یا دابل کوتیشن باید قرار بگیره تا پایتون این رو به صورت متن ببینه و ران رو که بزنیم ببینید دقیقاً اینجا تبدیلش میکنه به این حالت استندینگ. دقت کردید پس دو تا دستور next کاستوم و سویچ کاستوم. حالا دقیقاً یک گزارشگر هم کاستوم ها دارن که ما میتونیم گزارش بگیریم. پس برای گزارش گرفتن دوباره میتونیم بنویسیم مثلا پرینت، خب پرانتز باز و بسته بنویسیم که کاستوم اینجا مساویه، اینا رو باید توی حتما دابل کوتیشن و سینگل کوتیشن قرار میدادم و بعد اینجا یک علامت کاما می نویسم که کاستوم پرانتز باز و پرانتز بسته. فقط اینجا یادتون نره که اسپرایت هم میخواد، چون ما میخوایم گزارش بگیریم کاستوم اسپرایتمون رو. حالا اینجا ببینید موقعی که ران رو میزنیم اینجا به همون گزارش میکنه شماره کاستوم رو، میگه شماره کاستومی که الان این دختر خانوم هست یکه. دقیقا همین بلوک ها رو برای بکتراپ هم داریم دیگه، یعنی برای تصویر پس زمینه. مثلا من اینجا تصویر پس زمینه رو عوض میکنم، میذارمش این جنگله، بعد دوباره یک تصویر دیگه و یه تصویر دیگه، مثلا میذاریمش روی این یکی جنگله. خب حالا موقعی که اینو انتخاب میکنید استیج و میرید توی سربرگ بکدراپتون، توی سربرگ بکدراپ میبینید که یک لیستی از کاستوم تصویرهای پس زمینه رو دارید. هر کدومش رو هم نخواستید پاک کنید. مثلا حالا این سفیده رو من نمیخوام، این جنگله هست این رو نمیخوام، این یکی رو هم که نیاز نداریم و در نهایت این هم که تکراری اولیه. پس ما الان میتونیم اینا رو هم به ترتیب جابجا هم بکنیم. مثلا اینو میارمش وسط این اتاق خوابه رو. ببین الان 3 تا بکدراپ داره که ما میتونیم توی کدنویسی هم برای خود این استیجمون بکدراپ رو عوض کنیم. ببین من اینجا برای استیج تایپ میکنم اسپرایت، خب دات نکست بکدراپ. ببین دات نکست بکدراپ رو که بزنم میگه تصویر پس زمینه عوض میشه. حالا ران رو که بزنیم ببینید که تصویر عوض شد. حالا همین کد رو هم خب میتونیم برای تک تک اینا هم بنویسیم. یعنی مثلا برای اینجا من میتونم از این استفاده کنم بگم که next backdrop، یعنی دقیقاً این هم همین کار انجام میده. پس هیچ فرقی نمیکنه که این کد رو برای کدومشون بنویسیم. هر کدومشون که بنویسیم بکدراپ رو برامون عوض میکنن. الان دارم برای توبی مینویسمش، درسته؟ پس next backdrop رو داریم، این کاستوم ها سویچ رو داریم، سویچ بکدراپ رو داریم. پس اینجا کافیه بنویسیم سویچ بکدراپ و اینجا جلوش باید اسم بکدراپمون رو بدیم. یعنی مثلا من یه بکدراپ دیگه انتخاب میکنم و اسمش رو مثلا اسکول، این اسم اسکول رو میام از توی استیج، از توی بکدراپ این اسم اسکول رو از اینجا برمیدارم. میبینید از اینجا که کپیش کنید، حالا توی هر کد نویسی که خواستید، مثلا اینجا گفتیم که سویچ بکدراپ برای توبی گفتیم، اینو میذاریمش توی دابل کوتیشن یا سینگل کوتیشن، میگیم که تبدیل بشه به اسکول و بعد تبدیل بشه به مثلا قبلش رو هم بهش بگیم بیایم اینجا توی بکدراپ ها مثلا یه کلمه دیگه، این جانگل رو برمیدارم میارم کنترل سی توی پایتون برای توبی میگم اینجا اولش بشه جانگل بعد بشه اسکول. ببینید اینجا یه مکس هم میخوایم دیگه، اینجا باید بنویسیم ایمپورت تایم، بعد اینجا یک تایم اسلیپ بذاریم، اینجا بنویسیم تایم دات اسلیپ، یه مکس مثلا 3 ثانیه‌ای
3 ثانیه هم مکس کنه. ران رو میزنیم، اولش میشه جانگل، 3 ثانیه بعد میشه تصویر پس زمینه اسکول و دقیقا همین بلوک گزارشگر رو هم برای بکدراپ هم داریم که اینجا میتونیم از این پرینتی که اینجا داشتیم و من پاکش کردم استفاده کنیم برای اینکه گزارش بگیریم که الان بکدراپمون چه شماره‌ای هست. خب تو این جلسه با دستورات مختلفی برای اسپرایت ها و تصویر پس زمینه پیکتوبلاکس آشنا شدیم. خیلی به این اسپل دستوراتی که می‌نویسید دقت کنید. ببینید الان مثلا اینجا اسپرایت این کلمهش تغییر کرده، به خاطر همین مثلا ران که بکنیم ارور میده بهمون. توی متنایی که میخواید بنویسید رو حتما توی سینگل کوتیشن یا دابل کوتیشن قرار بدید و بیاید و خودتون پروژه های مختلفی رو بسازید. نکته ای هم هست که این دستور ست سایز برای استیج کار نمیکنه دیگه. یعنی ما موقعی که استیج رو انتخاب میکنیم و مینویسیم sprite.set size مثلا 120، اینجا به همون ارور میده، میگه که شما نمیتونی سایز بکدراپ رو تغییر بدی. مثل موو، مثلا دستورات موو هم روی بکدراپ کار نمیکنن. ما فقط میتونیم از دستورات نکست بکدراپ و سویچ بکدراپ استفاده کنیم برای اینکه تصویرهای پس زمینه کارهامون رو تغییر بدیم. پس این دستوراتی که یاد گرفتیم رو با دقت تمرینشون کنید، خوب یادشون بگیرید. دستوراتی که توی زمینه حرکت بودن، sprite.go to x و y، 2 تا عدد جلوش sprite set x و set y و sprite x و y هم که مربوط به گزارش گرفتن بودن. بعد اومدیم سراغ دستوراتی که مربوط به ظاهر اسپرایت ها و تصویر پس زمینه بودن، مثل set size و گزارش گرفتن از سایز، next backdrop و next costume، switch costume و switch backdrop و گزارش گرفتن از شماره کاستوم و بکدراپ. حتما اینا رو تمرین کنید خودتون، از این اسپرایت های مختلف پیکتوبلاکس استفاده کنید، از تصویرهای پس زمینه‌اش استفاده کنید و بعد سعی کنید با خلاقیت خودتون و همین کد هایی که تا اینجا یاد گرفتیم پروژه های جالبی رو با کمک پایتون برنامه نویسی کنید. خیلی ممنون از توجهتون. تا جلسه دیگه، خداحافظ.